بوی تند گوگرد، صداهای بلند و پرتاب شدن ذرات ریز میتونه تجربه ترسناک و حتی خطرناکی رو برای سگتون رقم بزنه. توی این ویدیو 10 نکته بهتون میگم که با رعایتش میتونید چهارشنبه سوری بی خطر و لذت بخشی رو در کنار سگتون داشته باشید. تو قدم اول اطلاع پیدا کنید که تو کدوم مناطق چهارشنبه سوری پر جمعیت‌تر و پر سر و صداتری برگزار میشه. ترجیحاً تو اون مناطق حضور پیدا نکنید و حدالامکان به سری مناطقی برید که خلوت‌تر و بی خطر باشه. اینجوری دردسر کمتری برای خودتون و سگتون به وجود میاد. لازم به ذکر حتی اگه تو مکانهای خلوت هم دارید میرید با سگتون، حتما قلاده ولیش رو استفاده بکنید که سگتون تحت کنترلتون باشه و خدایی نکرده به خاطر هیجان و اضطراب یه موقع فرار نکنه. ضمن این در صورتی که براتون امکانش وجود داره بهتر سگتون رو مجهز به ردیاب بکنید تا اگه خدایی نکرده 1% گمش کردین بتونید خیلی سریع پیداش کنید. 2. بهتر سگتون قبل از قرار گرفتن تو معرض صدای بلند آماده این اتفاق باشه. اگه فرصتش رو دارید از چند هفته قبل از چهارشنبه سوری صدای موسیقی بلند و صدای مشابه به ترقه و آتشبازی چهارشنبه سوری رو براش پخش بکنید و سعی کنید حساسیت زدایی رو انجام بدید. اگه فرصت کافی البته ندارید همون روز چهارشنبه سوری این کارو نکنید. اولا که فایده‌ای نداره و فقط اضطراب سگتون رو میبره بالا و دوم اینکه چون فرصت کافی وجود نداره اصلا حساسیت زدایی نمیشه، احتمالاً نتیجه خیلی بدتری بده. 3. در صورتی که خونه موندین سگتون رو توی قسمتی از خونه محدود کنید که مواجهه کمتری داشته باشه با صدای بیرون و همچنین نور ناشی از آتشبازی چهارشنبه سوری. پنجره‌های مشرف به خیابون و محل‌های پرترافیک خیلی جای مناسبی برای پت‌های مستعد استرس در روز چهارشنبه سوری نیست. راستی بهتره چراغای خونتون هم روشن کنید که سگتون خیلی متوجه نور ناشی از آتشبازی نشه. حتی اگه میتونید از درزگیرهای در و پنجره استفاده بکنید که خونتون نسبت به صدا عایق بشه، یه مقدار صدای کمتری وارد خونتون بشه. 4. یه جای امنی رو برای سگتون در نظر بگیرید، مثل باکس یا پارک که اونجا بتونه قایم شه و استراحت بکنه. باکس برای این کار عالیه. اونجا احساس امنیت بیشتری میکنه و راحت میره بر خودش قایم میشه. بهتره که یکی از لباسای خودتون هم اونجا قرار بدید که بوی شما رو بده. اینطوری حس امنیتش بالاتر میره و حتی اگه مجبور شدید سگتون رو توی روز چهارشنبه سوری تنها هم بذارید، خیالتون جمعه که اضطراب کمتری رو به واسطه اون باکس و اون لباسی که از خودتون براش گذاشتید تجربه میکنه. 5. سعی کنید قبل از شروع شدن جشن چهارشنبه سوری سگتون رو ببرید بیرون و انرژیش تخلیه بشه. این شاید از همه مهمتر باشه. اینجوری سگتون راحت میاد خونه، استراحت میکنه و هیجان کمتری رو تجربه میکنه. فقط حواستون باشه خیلی دیر این کارو انجام ندید که بتونید سر فرصت برگردید منزل. 6. سگ شما متوجه اضطرابتون میشه، پس خون سردیتون رو حفظ بکنید. خیلی مهمه که شما خون سرد باشید و اضطراب خودتون رو کنترل بکنید که سگتون هم دچار استرس و اضطراب بیش از این نشه. کلا سگایی که صاحبای ریلکس تری دارن استرس کمتری رو تجربه میکنن. 7. میتونید از گیاه استقدوس برای منزلتون استفاده بکنید که یه رایحه آرام بخشی هم داره. البته حتما قبل از این کار با دامپزشک مشورت بکنید. ترجیحاً هم گلدونتون رو یه جایی قرار بدید که در دسترس سگتون نباشه. 8. بلافاصله بعد از تموم شدن چهارشنبه سوری اصلا موقع خوبی برای پیاده روی با سگتون نیست. اجازه بدید پاکبان‌های محترم آثار به جا مونده از چهارشنبه سوری رو تمیز کنن، بعد سگتون رو با خودتون ببرید بیرون. فردای روز چهارشنبه سوری حالا یه ذره اوضاع بهتره. از همینجا هم یه تشکری بکنیم از همه پاکبان‌های محترم و خسته نباشید عرض کنیم. 9. اگه سگتون دچار استرس شد ممکنه دیر به حالت عادی برگرده. بعضی از سگا ممکنه 24 ساعت یا 48 ساعت زمان احتیاج داشته باشن تا آروم بشن. درکشون کنید و سعی کنید بهشون کمک کنید استرسشون رو کنترل بکنن. علائم استرس سگا چیه؟ زوزه کشیدن، لرزیدن، خودداری کردن از غذا خوردن، یا حتی پرخوری، پنهان شدن و واق زدن‌های پیاپی. اینا علائم استرس. اگر سگتون اونا رو داره زیاد بهش فشار نیارید، اجازه بدید استرسش تخلیه بشه. اما در مورد واق زدن سگ گفتم، قبلا راجع بهش یه ویدیو آماده کردم، لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم. میتونید از اون استفاده بکنید که به سگتون تعلیم بدید به جا و به موقع واق بزنه، بی خود و بی جهت زیادی واق نزنه.
اما دهمین چیزی که خیلی ساده به نظر میرسه ولی خیلی خیلی مهمه اینه که آب و غذای کافی در اختیار سگتون قرار بدید. سگتون دسترسی داشته باشه به آب و دسترسی پیدا بکنه به غذا. چرا؟ چون بعضی از سگا وقتی اضطراب میگیرن و استرس رو تجربه میکنن میرن سراغ غذا خوردن و آب خوردن. این یک راهیه برای کنترل استرسشون. بهتر این کارو انجام بدید. آب کافی و غذای مناسب در اختیارشون قرار بدید. این 10 تا نکته میتونه خیلی کمک بکنه که یه چهارشنبه سوری امن و بدون خطری رو در کنار سگتون داشته باشید. خیلی مواظب خودتون باشید، خیلی مواظب کوچولوهاتون باشید. امیدوارم که چهارشنبه سوری خوبی رو تجربه بکنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشم چنل رو ساب داشته باشید. عیدتونم پیشا پیش مبارک.